2 تا خونه شاید توی این 2 سال خریده. کارگر تو خارج گرونه. خود ریسیستی من. آره. از محیط کار بگو برامون، تفاوتش با ایران چقدر شبیه خودمونن؟ و منتها من 2 تا تجربه ریسیستی خیلی نزدیک دارم خودم. آره خودم همین 3 هفته پیش رفتم یه عصب کشی 2800 تا از هم پول گرفت. از زندگی تو استرالیا از 1 تا 10 چند میدی؟ نظر در مورد بیزینس را انداختن تو استرالیا چیه؟ چقدر هزینه نیاز داره؟ چه مدارکی؟ $50,000 هم میتونی یه حداقلی. دمت گرم. و این خیلی رایج هم هست. کسایی که مثلا خب ایران هم بودیم میگفتن کارگر تو خارج گرونه. واقعا هم هست. بذار بهت بگم یه چیز جالب. ببین ما یه سری مثلا توی کارمون یه سری هزینه هایی داریم بهش میگم preliminaries. پریلیم بهش میگیم. بعد خب وقتی یه کاریو میخوای شروع بکنی، وقتی مثلا یه پروژه رو میخوای شروع بکنی، این پروژه نیاز به کانترکت ادمنستریشن داره. اصطلاحاً حالا میگن CA داره. یعنی کسی که بره توی بندهای قراردادی که با اون صاحب کار با هر کی زدی دیگه بیاد اینا رو همه رو در بیاره، بعد اینو ادمنسترش بکنه، ادمنستریشنش رو انجام بده. آره حالا باید حرف بزنی و اینو ما توی محاسباتمون قرار میدیم. بعد حدودا ساعتی برای این کار ساعتی $95 تا $100 ما در واقع چارج میکنیم کلاینتمون. الان یه چیز جالب تر بهت بگم. فکر میکنی مثلا مدیر پروژه چقدر پول از بابت مدیر پروژه چقدر چارج میکنی؟ یه حدس بزن. یه $70 ساعتی؟ نه مدیر پروژه که 150 $115-120 ساعتی چارج میکنیم. کارگر فکر میکنی چقدر چارج میکنی؟ اون دیگه مثلا 50. اصولا ذهنیت دیگه کار 110 تا ساعتی چارج میکنیم بابت کارگر لیبر. یعنی از CA بیشتر میگیره، از PM کمتر میگیره، ولی در حد اونا داره میگیره. و اینم واقعا بهش میدین یا اون عددی هستش که اونجا؟ نه مثلا که بهش نمیدین. حتی 120 رو به PM هم به اون منیجر هم نمیدیم. ولی خب اون هزینه ران کردن بیزنس ماه دیگه یه جورایی. یعنی منی که میخوام توی 1 سال مثلا چه میدونم $150,000 بدم مثلا به پروژه منیجرم، باید اینو مشتری 200,000 تا چارج. آره دیگه دقیقاً. که بتونم مالیاتش و سوپرش و ایناش هم ازش در بیارم. آره خواستم بگم لیبر انقدر اینجا. و الان مثلا میگی پراجکت منیجر تقریبا 150,000 تا، اون کارگره مثلا چقدر میگیره؟ با این اوصاف باید بالای 100,000 تا بگیره یا نه کمتر بگیره؟ ببین آره کمتر که میگیره. آره من ولی میخوام اون همون فکر کنم دوربر 80 تا 100 بسته به، ولی 75-80 در سال که هر کارگری که کار میکنه حتما میگیره به نظرم. یعنی 35 تا $40 ساعتی میگیره حتما. حالا یه ذره اکسپریانسد لیبر باشه مثلا شاید 45 تا بگیره، ولی آره میگیرن دیگه. اما پس خیلی هم گرون نیست تو استرالیا. مثلا میگن کارگر خیلی چرا دیگه پیمان گرون محسوب میشه دیگه. 80 تا. ببین توی ران کردن بیزنس لیبر متاسفانه حالا من خیلی خوشم نمیاد ولی پرتی حساب میشه، میدونی؟ یعنی هزینه‌ایه که نمیتونی از بابتش، اگر اتفاقی بیفته، اگر بیشتر موقع میفته یه ریسکی تو پروژه باشه یا هر چیزی، تو نمیتونی بعداً از بابتش بگی آقا من اینقدر کارگر رو بردم سر این قضیه بهم پول بده. میگم با اون قرارداد بستیم تموم شده رفته، میدونی؟ پرتی محسوب میشه متاسفانه. بعد برای این موضوعه که ما همیشه دست بالا میگیریم، برای همینه که کارگر میگیم گرونه و واقعا هم هست. یه ذره باید تو عمقش بری که به توضیح بدم که چرا گرون محسوب میشه، ولی آره گرون هست. اما جدای از اون خیلی اینجا رایجه که الکتریشن و پلامر خیلی در میارن. آره بابا این که کارگر اون دیگه اونا دیگه راست میگن، اینا دیگه تریدی ان اصلا. آره خیلی خوب. آره من اینجا آدم میشناسم که الکتریشن خیلی خوب در میاد. حالا من
خودش که نمیدونم خودشو میگم، ولی خیلی خوب 2 تا خونه شاید توی این 2 سال خریده. از 2-3 سال الکتریشن. حالا کار خودش هم داره انجام میده، ولی خب سایت یه بیزنس هم ران کرده، بعد داره مثلا کارهای ایرکان انجام میده، سولار پنل انجام میده. خیلی ماشاءالله خوب دن. خیلی بس کم کم مثلا میخواد دیگه از کار فول تایمش، خودش هم مهندسه، یعنی مهندسیه که داره الکتریشنی انجام میده، میدونین؟ نه اینکه یه آدم لول پایینش به زور خودش رو بره اون کار انجام بده. آره. از محیط کار بگو برامون، تفاوتش با ایران. خیلی معلوم باشه دیگه. آره محیط کار خیلی حرفه‌ای تره، خیلی اینجا هوا تو دارن بیشتر جاها. حالا من ریسیستیش نمی کنم موضوعمون. اتفاقا دیدی؟ خود ریسیستیه من. آره. حالا من میخواستم بیارم. آره چرا ندیدم. بذار بس اینو یه لحظه اینجا من ببندمش. ببین اوزیا خوبه. بذار یه جوری بگم. من کارفرمای اوزی خیلی اینجا کسایی که من باشون کار کردم خیلی آدمای فهیمی بودن، درکشون بالا بوده، خیلی ریله، اصلا عجله‌ای تو کار نداشتن و اگه تو مشکلی داشته باشی خیلی ساپورتیو بودن. خب غیر اوزی ها یه ذره یکم اینطوری نبودن، ولی باز هم من موضوع رو ریسیستیش نمی‌کنم. آره حالا کدوم ملی؟ آره اصلا. ولی آره چون بحثمون استرالیا. آره شرکت‌های استرالیایی که من توشون بودم و دوستام و که هر کسی که من حتی همسرم که الان داره مثلا کار میکنم، ما خیلی چیزای خوب شنیدیم و هیچ چیز بد آنچنانی که خارج از عرف باشه من اصلا نشنیدم. آره واقعا. آره استرالیایی خودشون گله. بعد اوزی هم که گفتی بگم که بعضی هم میگن آزی، بعضی هم میگن اوزی، میگن من استرالیایی. آره اوزی. من این موضوع ریسیستی که داری میگی تو خودت چی؟ اول خودت بگو ببینم تا چه حدی باید. نه ببین ریسیستی منم خب همین میگم پرکتیس منیجری که رفتم تو محیط کارمون، خود پرکتیس منیجر مکزیکی بود که 2 تا از دامپزشکا اصالتاً چینی بودن اما اینجا درس خونده بودن، قشنگ دیگه زبانشون عالی، و بقیه دیگه استرالیایی بودن. یعنی کلاً 10-15 نفر بودیم، اکثرا استرالیایی، خیلی خوب، خیلی ساپورتیو. یه چیزی که هست اینه که ببین خیلی خوب بهت یاد میدن، وقت میذارن، عجله‌ای ندارن، میگن آره دیگه مثلا 1 بار 2 بار 3 بار آقا توز، مخصوصا لولای پایین‌تر به قول تو، لولت که بالاتر باشه ازت انتظارات دیگه ای داره. آره. لول پایین‌تر با راه میان، باز بهت گفتیم. اما خطا ازت سر بزنه، چیزایی که مخصوصا از قبل گفته باشن، یه بار بهت میگن یا حواست باشه دیگه، بار دوم ایمیل میزنن، بار سوم شاید بگن دیگه نه دیگه. یعنی رفاقتی آنچنان دیگه باید برخورد. من تجربه می‌کنم دیگه رفاقت رو خیلی نمیارن قاطیش کنن اصلا. کار آقا کارو بهت گفته این کار انجام بده دیگه. من 100% توی این موضوع باهات موافقم. مثلا رو درواسی دیگه باید ندارن که بگن که اصلا یا نه دیگه خدافظ. خب نیست. من اینو دوست آره واقعا همکار هم باید دوست دادم باشه که میدونی یا مثلا اونجوری مگه کارش درست پیش نمیره دیگه. کسی که من مدیرم رو دعوت کردم خونمون و همیشه فکر کنم که چقدر کار اشتباهی کردم، چون باعث شد خجالت میکشیدم که در بیام از اون شرکت. میدونی آره. و یکی از موضوعات واقعا ولی قبول دارم. ولی در مورد ریسیستی، حالا تو ریسیست میگم آره، من اونجا که اون هم استرالیایی بودن اصلا هیچی احساس نکردم. راستی یه چیزی هم بگم بعدش برسم به این. الان گفتم استرالیایی چقدر شبیه خودمونن و غیبت میکنن. اینو دیدی؟ آره پشت سر هم دیگه وای چقدر حرف میزنن. یعنی من برازیل دامبزی بودم با اون یکی کنارم میشستیم، اینجوری کرد اون اونجوری کرد. آره منم راست میگی. الان که داریم میگی شما اینطوری بودین. نه بچه‌ها اینجا تجربه داری، خیلی پشت سر هم دیگه حرف میزنن. مخصوصا تو. آره ما خیلی اتفاقا
به دیتیل. آره دقیقاً. الان که میگن الان که تو داری آره این خیلی جالب بود. اما ریسیستی توی محیط کار، توی محیط اجتماع، توی مغازه مثلا رفتن اینا تک و توک دیدم. آره بعضیه که سرشون مثلا برگردوندن، بعضیه که درست باهات حرف نزدن و اونم من کاملا بهشون حق میدم. حتی تو ایران هم بعضی هستن که درست برخورد نمیکنن با آدم. آره درست. اما دیدم خود استرالیایی که میگم مثلا دیده چهرمون حالا یه ذره بلک سیاهی مثلا، حالا یا فکر کرده هندی هم یا چی، براون. آره دیگه براون. براون. و مثلا رفتار نه که اهانت کنه، چون اینجا زیرپوستی. آره خیلی زیرپوستی رو نمیارن، چون اگه رو بیاره میتونی اقدام قانونی کنی. اینش فولن. آره اما آره دیگه اونم آره اثباتش هم سخته دیگه. آره منتها من 2 تا تجربه ریسیستی خیلی نزدیک دارم خودم. بعد اونو حالا سریع میگم. غیر از این 2 تا من هم خیلی حسش نکردم. به غیر از هم 2 تا موضوع که بگم، یکیش در مورد یکی از کارام بود که یه خانومی بود خیلی سنش زیاد بود ولی خب بازم داشت کار می‌کرد. فکر کنم شاید 75 شاید 80 سالی داشته احتمالاً. و این خانم خیلی ریسیست بود، از این ریسیستای انگلیسی بود که اصلا خود اوزیارم قبول نداشت اصلا. از این بذاره یعنی خودش مشکل داشت دیگه. ماشین خودش مثلا مینی کوپر انگلیسی باشه، چه می‌دونم موهاشو فر می‌کرد چون میگفت کوین ویکتوریا موهاش فر بود. می‌دونی از این آدمای تو تلفنش آره داره حرف میزنه. آره it's so British فلان اینجوری. مثلا با دوستش صحبت میکرد همه چی رو میآورد به بریتیش. حالا خودش هم مثلا اینجوری فکرم خوش اوکلند، فکرم نیوزیلندی بود. یعنی اصالتا، ولی خودش رو بچسبون. و من اینجا یه بار یه توهینی ازش شنیدم که سر همین قضیه، حالا همسرم هم در جریان یادته دیگه، با هم صحبت می‌کردیم، اینو اخراجش کردن به خاطر من. با اینکه 16 سال بود اونجا کار می‌کرد، من اونجا 8 ماه بود کار می‌کردم. چه سر این قضیه. آره ببین توهین بهم نکرد ولی جلو دوربین به بقیه توهین کرد. بقیه هم کیان؟ خب 3-4 نفر اونجا ما خارجی بودیم به بلندی، پس با ما بودیم. شاید جلو دوربین نبود ماسمالیش میکردم. من شکایت نکردم ولی اون 2 تای دیگه شکایت کردن، اخراجش کردن. این یک موضوعی. دومین موضوعی هم که من یادم همسایه‌مون بود، همسایه پایینمون بود که این بنده خدا بازم مشکل مغزی داره داشت. حالا بکنم الان دیگه نمیتونه برگرده خونه. اینو سریعتر بگم که حالا دیگه اینم موضوع جنگ ایران و اسرائیل و اینا بود. و اینم حال و حوصله‌اش خراب بود دیگه، بنزین رو داشت با $2 زد و اینا، حالش خوب نبود. و اومد دم در ما که صداتون زیاد، اصلا اینجا دیدی از این کارا نمیکنن. این فکر کن پاشد اومد دم در ما، دم در خونه، صداتون زیاده فلان، اصلا صدا. و این زیر پوستی برگشت گفت آره برگرد برو ببین وایلنت. من باش یه خورده بد حرف زدم چون اومده بود دم در خونه. بعد گفت که من اومدم باهات حرف بزنم بدن، در حالی که داشت داد میزد. بوی الکل هم که پیچیده بود تو خونه. بعد بهش گفتم که گفت آره تو ببین وایلنس میخوای برو همین امشب برگرد برو میدل ایست فلان میدونستی. بعد گفتم چی گفتی؟ اصلا اینو گفتم چی گفتی؟ گفتم یه ذره اف برده اینا. من خوبم تو فوش دادن انگلیسی. مثلا همون اول فوشا رو یاد بگیر. وقتی فهمیدی که وقتی اینجا تونستی به انگلیسی دعوا کنی، اینو بدون که انگلیسیت خوبه. اینا همه میگن. آره دیگه من یه ذره اف برده ایناش کردم، دیدم این یه بار دیگه اینو گفت که آره برگرد. دیدم با این اصلا از این اخبار و اینا یه دراگی هم بود بنده خدا، خیلی جان که یه ذره مشکل داشت، اصلا هیچ چیزی دیگه زده بود بالا بود اومده بود دعوا را بندازه دیگه. دنبال دردسر بود. آره دنبال دردسر ریسیستی بود. معلوم بود که تاش. حالا جالب برادر برادر خانم نه،
همسر خواهرش چی میشه؟ همسر خواهرش ایرانیه. خیلی جالبه و همیشه هم ازش خوب میگفت حالا خیلی شما خوبین. کلا یه ذره مشکل داشت ولی خب دومین موضوع ریسیستی که سر خودم اومده این بوده. آره واقعا. آره خیلی آنچنان خیلی من ندیدم. آره در مورد زبان گفتی الانم هنوز باهاش در یونان دیگه الان تیکه بعد نه دیگه نیست دیگه. نه یه سال اول آره واقعا هم آره به نظر من 1 سال اول سخت‌ترین تایمشه. برای همینه که به نظر من آدم باید خودشو حتما بندازه توی اجتماع. یعنی این اتفاقا همین موضوعی که با هم صحبت کردیم گفتم مهم اینه که چقدر برای خودت آسونش میکنی یا چقدر برای خودت سختش میکنی. این موضوعه میدونی. آره اصلا به خاطر همین اصلا رفتم آتش نشانی دیگه. آره من اینقدر خوشم میاد از این کاری که میکنی. خیلی خوبه. ببین کلی تجربه است، کلی میتونی ببینی خودمون. میدونی وقتی میشیم بچه خودمونی ما، این خودمونه جایی که مهاجرت کردی و میتونی از اینا بفهمی ببینی اینا چی کار دارن میکنن. مثلا ما تو خودمون دیدی دیگه چایی میخوریم چه میدونم صحبت میکنیم، اینا تو خودشون آبجو میگیرن دستشون مثال نیم ساعت باش بعد میرن چطورت میگن میخندن چطور. خیلی اهل خنده هم هستن تو جمعشون اتفاقا شیلن خیلی من خیلی دوست دارم. آره واقعا آفرین بهشون واقعا. آره خیلی چیلن. توی جلسه جنرال میتینگ بودیم بعد آقا 25 نفر همه مردای 30-40-50 ساله 70 ساله هی تیکه مینداختن وسط حرفا. یکی میگه هی میخندن، یکی بعد منم اولین جلسه بود میرفتم نمیفهمیدم به خنده اونایی میخندیدم اما هی تیکه میندازم میخندن. و یه نکته دیگه 4-5 نفر وایساده بودیم یه جا اینا هم مثل مرده همه جا یه جوره. بعد یه خانومه داشت میدوید ورزشکار با لباس و اینا نه که بهش تیکه بندازم در موردش بین خودمون هم زدیم. آره چند میفهمم چیه. آره خب من یه پستم براش گذاشتم در مورد نتورکینگ که اینجا خیلی هم میگن بابا اینجا هم پارتی بازی هست، پارتی نداشته باشی نمیتونی کار کنی. اما درست‌ترش به نظر من اینه که بگیم آقا باید بشناسی، باید نتورک داشته باشی. کسی نشناسنت سخت‌تر کار پیدا میکنی. نظر در مورد این چی؟ اینجا همون دیده پارتی بازی ایران هست. خیلی سوال خوبیه و اتفاقا هم باز خیلی در موردش فکر کردم. هست نه به اون معنی که تو ایران هست. ایران توی هر سطحی پارتی بازی هست. یعنی تو ممکن تو که میگم تو نوعی یعنی یه کسی مثلا کارمند یه شرکتیه که کلا 5 نفر توش آدم کار میکنن باز اونجا پارتی بازی میکنن. من خیلی بهش دیدم یعنی میخواد دوستشو بچپونه چه میدونم آره بچه‌ها بیان اینجا پول هست میدونی اینجا ولی اینطوری نیست. ولی بعد از یک حدی به بالا آره باز هم پارتی بازی هستش. به نظر منم اینم باز مثلا من حالا نمیتونم در مورد لیگالی حرف بزنم ولی آره من توی education department من دیدم پارتی بازی شخصا آره که زد و بند کردن و مثلا نشده یه چیزی حالا یا شده نمیتونم زیاد جزئیات بدم ولی 2-3 بار چیزای شبیه این مثلا دیدم. ولی نه من کسی رو ندیدم که بخواد طرف مثلا پسرخالده خودشو بیاره تو کار بعد به یکی نارو بزنه. نه من هیچ وقت همچین چیزی ندیدم. اتفاقا برعکسش هم دیدم. یعنی اتفاقا به نظر من خیلی دوست دارن که فک و فامیل و دوست آشنا ازشون دور باشه. من چه جالبه چون اون رو در بایستیه رو دیگه ندارم دیگه. آره دیگه بهتر میتونه. اینجا شوخی نیست. اینجا ببین 1 نفر اد میشه به اضافه که میشه به بیزنسه هزینه هات انقدر عوض نمیشه بیشتر نمیشه هزینه انقدر میاد بالا. میدونی یعنی شوخی نیست. اینجا کارگر گرفتن خیلی مهمه. برای همینه که در میبینیم 10 سال توی کاری هنوز
با یه دونه مثلا کارگر داره کار میکنه، نکرده اون 2 تا چون نمیتونه. دیدی دیگه اینجا خیلی هزینه کارگر خیلی بالاست دیگه. برای همین من فکر میکنم که نه، این حرف اشتباهه. اوایل این حسو میگیری چون هیچکی بهت کار نمیده. فکر میکنه همه نکنه. بعدش من الان شده دیگه 2 بار 3 بار شده مصاحبه کردم یعنی خواستیم تیم اد کنیم، بعد منم بودم مصاحبه کردم، سند اوت کردم، اومدن بام چه من 500 تا رزومه اومده، نشستم اینا رو ای آیشون کردم، توی پوزیشن قبلیم این کارو کردم. بعد الان که اینور نشستم متوجه میشم که رزومه هایی که حالا با اون ملیت بیشتر بودن معلوم بود که دارن دروغ میگن متاسفانه. بعد خب من 2 تا 3 دیگه بابا خیلی باید ساده باشی که نفهمی که این رزومه درسته یا غلطه یا هر چیزی. مخصوصا کسایی که دانشجوان دارن مثل کار فول تایم اپلای میکنن. بابا خب ما که اونجا که تو آنگوینگ کوچولو میزنی جلوی یونیورسیتی دیگه من کل رزومتون فهمیدم. وایسا به وقتش، میدونی مثل تو به راهش، به وقتش، به اصولش بیا باشه، به موقع اپلای کنی، نباید مثل کار فول تایم دیگه. آره دیگه اینا رو که میذاری کنار، بعد این میره به دوستش میگه آره ببین مثلا چون اون 2 تاش هم ملیتی ان یا مثلا فلان، میام بر خودشون داستان سازی میکنن، میگن که به خاطر اینه که حتما منو برم نداشت چون من مثلا کره ام، هندی ام، یا نمیدونم چون این مثلا پسر خاله‌شو حتما برده بود. نه از اینجا در میاد. دقیقاً. خب بریم سراغ 2 تا بحث مونده. یکی بحث درآمد و هزینه ها و بیزینس. به نظرت حداقل با چه درآمدی یه زوج میتونن تو سیدنی زندگی معمولی داشته باشن؟ 35 میلیون دلار. اصلا حداقل هر چی بیشتر بده. نه حداقل. آره دیگه این سوالو فکر کنم میلیون ها بار پرسیدم یعنی پرسیده شده تو، ولی بستگی داره دیگه چی میخوای از زندگی. یعنی با خارج از وطن میشه زندگی کرد؟ قبل مالیات یا بعد خودم 36,000 تومان بعد مالیات. آره 36,000 تا زندگی کردیم، اسکالرشیپ سیو هم داشتیم ما، اما زندگی دانشجویی. آره دیگه دقیقاً. اونو بخوای واقعا ببین، تو اگه بخوای یه اتاق بگیری هفته 200 تا بدی، وقتت برات مهم نباشه، 3 ساعت و نیم 4 ساعت تو اتوبوس توی مترو باشی، فکر یه همش این استاندارد است، میتونه 20,000 تا هم سال جمع کنه. قبول داری؟ شاید هم کمتر، شاید هم مثلا 17-18. اون دیگه زندگی نیست، زنده موندنه. آره ولی خب واسه دانشجو آره من اصلا ایراد نمیگیرم، یعنی هیچ ابجکشن نیست، سابجکشن هیچ چی روش نداره، یعنی خب دانشجوه و هدفش یه چیز دیگه است مثل تو، اینجا مثلا هدفت هرچی. ولی خب نه، واسه یک آدمی که دیگه دانشجو نیست و اینجا حد به کار داره، به نظر من با 20,000 تا میخواد زندگی کنه، این آدم آره شمادی شاید اشتباهه واقعا. آره نه اصلا. و البته ایسی هم بگم، من خب 34-35 که اسکالرشیپ هست کارم میکنم دیگه. من نه تو رو که من با دونه کار نه اصلا نمیشه. آره من وقتی نه من این میگه تو نوعی حالا آره منظورم حالا چون دانشجویی اومدی مثال زدم، ولی آره در مورد در کل میشه اینجا به نظر من دیگه 75-80 تا فکر کنم کفشه به نظرم. آره دیگه آره یه ماشین مثلا دیگه صفر نداشته باشی و یه ماشینی مثلا بخوای، من اینو فرض میکنم که تو ماشین هم نداری، یعنی ماشینی هم اینجا فایننسش آره یعنی هر چی آره مثلا به نظر من 75-80 تا دیگه کفشه به نظر من. و 80 تا میدونی که مدینه مدین درآمد استرالیا، نصف استرالیا یا زیر 80 تا درآمد، نصفش بالاتر، و میانگین درآمد تقریبا 100,000 تاست. چون خیلی درآمدهای بالاتر دارن، این مدین یه ذره میکشه بالاتر. آره مثلا پزشکا 400-500,000 دلار در سال درآمد. هوشبری این هوشبری و اینجا
میدونی ببین فکر کنم 2 هفته پیش بود، فکر کنم سالی 600-700 هزار دلار درآمدشونه. هوشبری انستزیولوژی چیزی. آره خیلی پول خوبیه. بعد پزشکی هم نیست دیگه، نه تو ایران برید رشته جدا داره. آره تو ایران هوشبری جداست تا بیهوشی. آها من یه دونه داریم متخصص بیهوشی که پزشک میشه. متخصص بیهوشی منظورته یا هوشبری؟ آره من اینجا بهش میگن آنستژیا نمیدونم چی همین درس مصاحبه اصلا خوب نیست که ولی آره این اونه منظورم. آره این سوال خوبیه واقعا. دارم ببینم کدومشون اینجا هم دوتاش یکیه یا نه دوتا جداست دیگه. ببین 10 تا شغل اول 6 تای اولش بکنم پزشکی، جراح و آره دندون مثلا بهش میگن ATM ماشین. آره خودم همین 3 هفته پیش رفتم یه عصب کشی 2800 تا ازم پول گرفت. خیلی پولش زیاده. مدیکر کاور کرد؟ بابا مال بچه‌ها رو فقط کاور میکنه، کودکان زیر من چند سال رو فقط کاور. هیچ چیز. من حتی پرایوت اینشورنس هم که دارم با خانومم دوتامون حالا کاپل $20 کمتر، بعد کلا 600 تا کاور میکنه. کلا 600 دلار برای 2 نفر در سال؟ برای هر نفر در سال. برای هر نفر در سال. عذرخواهی میکنم فکر کنم در سال هم نیست، حتی فکر کنم وانافه، باید چک کنم. آره یا وانافه یا حالا در سال، ولی خب $600 اصلا. بعد تو هر ماه $150 نفری تقریبا مینیمم از بابت اون بیمه داری پرداخت میکنی. یعنی سر سال اینا همشون میاد میشه 150 ماهی. آره دیگه میشه 1800 2000 تا، نه 1500 به اضافه حالا 300 1800 تا. تو میخوای 1800 تا بدی که 600 تا مثلا بری دندون پزشک، اصلا نظر من ارزش نداره. آفرین. خیلی پیر باشی و بخوای دیگه. خب پس درآمد هم صحبت کردیم و اما مثلا درآمد بالای 100,000 تا دیگه میتونی سیو داشته باشی، سفر داشته باشی، ماشین قشنگ فایننس کنی. از 100,000 تا به نظر من رنج درآمدی کارمندی. من اصلا کلا با حالا آخرین بحثی که میخوایم بکنیم فکر کنم بحث بیزنس باشه. آره وقتی با تکس، یعنی وقتی کارمندی داری اینجا کار میکنی، به نظر من تا $180,000 در سال سینگل که تقریبا میشه ماهی $10,000 بعد از مالیاتش و اینا شایشان، فکر کنم دیگه تیری به نظر من دیگه بیشتر از اون ارزش نداره درآمد اینجا داشته باشی با کارمندی، چون دیگه 47% باید مالیات فرود است. ناقصه همچین چیزی بود اگر یا 200 حالا 42 شده. آره تقریبا بالای 40% مالیات تقریبا. اینش میاد میشه 41.5%. این حداقل تو بابت هر $1 باید 42 سنتشو بدی. اصلا خیلی مسخره است. تو یعنی $500,000 هم در بیاری باز بخاطر این پزشکا مینالندی که آره انقدرم زحمت کشیش، چون لول به لول مثلا تا 18 تا اول نداره تا فکر میکنم از 500 تا 200 تاشو بدن مالیات رو. درست. برای همین خاطر هست که من حالا نه فقط من، یعنی کسایی که یه ذره اینجا این چیزا براشون رو مخشونه، وقتی مخصوصا کاپل هستین توی یه خونه زندگی میکنین، بهتره 2 تا درآمد 80,000 تایی داشته باشین یا مثلا 90,000 تایی داشته باشین تا اینکه یه درآمد 50 و یه درآمد 150 داشته باشین. اینو میدونستی بیشتر میمونه واسهتون؟ نمیدونستم. چه حساب کتابه مگه فامیلیو مگه حساب نمیکنن؟ نه تو درآمد تکس درآمدت ما راست میگی. آره پیمان جان بریم سراغ آخرین بخش کار و بیزینس. Green Estate Gardening.
میکنم پایان کار. نظر در مورد بیزینس را انداختن تو استرالیا چیه؟ چقدر هزینه نیاز داره؟ چه مدارکی؟ 100 میلیون دلار. ببین بستگی داره دیگه بیزنس ران کردن. خب من باز مثلا از حالا هیته شغلی خودم بگم، چون تو سر به میدونی مثال از چیزایی که نمیدونم بزنم. ببین تو مثلا شغل ما شما میتونی چه با $50,000 هم میتونی یه حداقلی و فراهم بکنی. مثلا اگر میخوای که بری تو هیته ساخت و ساز، مثلا با لندسکیپینگ میخوای شروع بکنی، میتونی یه اکسکیویتوری، یه 4 تا ماشین، 4 تا دستگاهی حتی اجاره بکنی. الان مثلا روزی $600 تا $700 مثلا اکسکیویتور میتونی اجاره بکنی. همین بیل مکانیکی. آره اکسکیویتور کوچولوها که میاره مثلا برای دراپ آف هم میکنه دیگه، بعدش بیاد خودش هم میبره. اصلا خیلی اوکی. آره خیلی خیلی چیزایی. یا اصلا خودت یه تریلر اگه داشته باشی که از این تریلرهای بزرگ که پشت ماشین بس میشن، یه ذره بزرگترن، قشنگ میره از این تانکیا میگیری میاد خودت ببر، یه پلاک بزن پشتشون، کار خاص نه. مثال اینطوری هم میتونی خودت هم مثلا کار لندسکیپ اگر بلدی، ولی خب باید یه حداقل بلد باشی دیگه که خودت کار شروع بکنی و خودت هم دستاتو خاکی بکنی. اینطوری با 30 تا 40 تا شاید حتی یه ذره شاید کمتر هم بشه. یه یوت میخوای بخری، یه یوت 25,000 تایی بخری یا هرچی. آره و از اون برم میتونی چون با 3 میلیون دلار هم باره مثلا 4 میلیون دلار داشته باشی بتونی یه خونه زمین بخری و خونه رو خودت بسازی. این هم یه روشیه که من واسه آقایون و خانم های پولدار پیشنهاد میشه دیگه. مدرک چی برای همین؟ مدرک هم باز سطح داره. اینطوریه که در موردش باز صحبت کردیم که مثلا واسه لندسکیپینگی که توش خیلی کارهای میجر نباشه میتونی خودت رو بدون مدرک هم انجام بدی. گفتی تا 10,000 تا اگر اشتباه نکنم نیم ساعت بز. آره فکر کنم تا 10,000 تا پروژه اگر اشتباه نکنم، در صورتی که توش کارهای میجر نباشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ریلوکیت، مثلا جابجا کردن خط برقی که از زیر زمین گذشته. مثلا اگر این توش میجر نباشه آره میتونی احتمالاً کارش، ولی اگر در صورتی که دخیل باشه همچین چیزی دیگه یه آدم لایسنس دار باید، الکتریشنی کسی یه موضوع لایسنس داریه که دیگه باید بری سراغ BCA و DGA و نمیدونم داستانای، مثلا بری از بیلدینگ اتوریتی مثلا دیگه بری جواز بگیری و این جواز که البته همیشه هست واسه تغییرات. منظورم واسه کانستراکشن جواز واسه کانستراکشن بگیری که یه سری جوازها نیازمند لایسنس هست، یه سری جوازها که مثل همین کارهای زیر 10,000 تای دم دستی لایسنس نمیخواد. لایسنس هم از تیف میگیره؟ لایسنس که نه، لایسنس که از لایسنس رو باید اپلای بکنی از اون سازمانی که میخوای بگیری. الان مثلا توی این کیس لایسنس بیلدری میخوای بگیری باید از BCA بگیری، بیلدینگ کانستراکشن اتوریتی، همچین چیزی اگر شناختم. یه شهرداری به قول خود. آره بعد بگیری از شهرداری بگیری لایسنسشو که یه سری پیش نیازها داره. ازت میخواد که شاید مثلا 3 سال توی همین بیلدری ازت میخواد که 3 سال سابقه داشته باشی حداقل توی رول هایی که مثلا استیمیتوری باشه، سایت منیجری یا پراجکت منیجری باشه. میدونی فقط که بفهمی که 0 تا 100 یک پروژه از کجا شروع میشه و کجا تموم میشه. و بله خیلی عالی خیلی عالی. پس از 40-50 تا هم میشه یه بیزینس راه انداخت و یه کامپنی زد و یا سول تریدری حتی با یه ABN کار کرد و کار خیلی ساده انجام داد و تا اعداد خیلی بالاتر که بخوای خونه بسازی که اونم اعداد میلیونی میخواد دیگه. خیلی ممنون که تا الان با ما همراه بودین. بریم و بیایم بخش آخر و پایانی. ممنونم که تا الان با ما همراه بودین و بخش پایانی میخوایم ببینیم نظر داداش پیمان گل در مورد مهاجرتت به استرالیا. راضی بودی؟ برگردی بازم میای استرالیا؟ 100%.
100%. آره حتما این کارو کنم. آره و از زندگی تو استرالیا از 1 تا 10 چند میدی؟ 9 میدم. 9. اون یکه رو چرا بهش نمیدید؟ بشه 9 مال پیغمبر. نه ببین 9 که خب دیگه واسه همه چی واقعا. یکش از بابت این باز موضوعهای اجتماعی دیگه، در واقع تو دوستی ها و اینا. آره من یادمه که من وقتی سیدنی اومدم بهش یکی از دوستان اومدن که الان باش حرف نمیزنن. باورت میشه؟ آره دیگه مثلا اینا یه موضوعیه که خب راست همش تو سرت دیگه. آره و پیدا نمیشه. دوستی های خوب اینجا خیلی سخته، روابط خوب خیلی سخته که بسازی و پیدا بکنی. آره برای همین اون یک منفی بابت آره جنبه اجتماعی مهاجرته که خیلی چیزا رو از اون لحاظ از دست میدی. مالیاتش خیلی اذیتت نمی‌کنه که دیگه کم کنی؟ چرا نمی‌کنه؟ مالیات آره 37-8% فکر کنم رنگین اشارتی که داره سالی احتمالاً دارم مالیات میدم. آره $1 هم 37 سنتش مال دولته. ولی خب دیگه ولی بیزنس اگر رام بکنی خیلی دستت پازتره و میتونی خیلی کاستا رو کلیمش بکنی رو این خیلی مهمه. آره بیزینس حالا درست اگه کامپنی داشته باشی درصد مالیاتش یه ذره کمتره، فکر کنم 25% ایناست، اما اون خیلی مهم نیست. مهمتر اینه که هزینه هایی که میکنی میاد روی اون گراس اینکامت. اونو خیلی انگار مثلا 1 میلیون درآمد داشتی در سال، اما $800,000 میگی من خرج کردم، روی 200,000 تا مالیات میدن به جای که روی 1 میلیون بخوایم. دقیقاً. حالا این خیلی دیگه تخصصیه، من نمیخوام واقعا وارد بشم، حالا خیلی هم شاید اطلاعات غیر از مال خودم، حالا ایته خودم ندارم، ولی در کل وقتی بیزنس داری میتونی مثلا هدفون هم بخری بزنی به حساب بیزنس. یعنی اگر در صورتی که 90% 80% اون هدفون رو واسه بیزنست استفاده میکنی، باز معقوله که بزنی و بگی آقا من 80% این هدفون هم واسه صحبت کردن با بقیه استفاده میکنم، پس جزو هزینه‌های بیزنسم. و این کارو میکنن و این کارو خیلی هم میکنن. من پروموتش نمیکنم، نکنید این کارو، قانونی نیست. ولی آره واقعا اصلا آره بخوایم یه حسابدار بگیری، یه کسی که بخواد تکس دادن میگیره، چارچوب قانون باشه اجازه رو واقعا استفاده میکنه. آره چرا که نه. آره دقیقاً. و برای کسی که الان ایرانه، هم رشته یا مهندس عمرانی، مهندس سازه، میخواد بیاد استرالیا، چه توصیه هایی بهش؟ نه یا میخواد بیاد استرالیا. اوکی الان گفتش 9 از 10. نه حتما، آخه من حسودم. نه چرا که نه، اصلا آره بهترین تصمیم زندگیشه به نظر من. مهاجرت خیلی چیزا به آدم یاد میده، یه سری چیزا رو از آدم میگیره ولی 10 تا چیز دیگه بهت اضافه میکنه به نظر من. و اینکه متاسفانه کاش اینطوری نبود ایران، ولی دیگه هست دیگه و عمر ما هم 500 سال نیست که منتظر باشیم چیزی خوب باشه. پس کسی که آره من داره این تصمیمو حتما ناامید نشه. و چه توصیه بهش داری؟ چی کار کنه الان ایرانه؟ مثلا زبان، مثلا بستگی داره توی چه الان توی چه مرحله‌ای منتظره. اگر که کاراشو کرده فقط بشینه زبان بخونه و اگر که استارت کارشه همین الان که داره میشنوه شروع بکنه، نذاره واسه فردا، چون فردا شرایط سخت‌تره. و مهمتر از همه‌اش ناامید نشه. اصلا ناامید شدن به نظرم چیزیه که فرق بین اون کسیه که تونسته و نتونسته. مثلا من ناامید نشه. و سوال پایانی در مورد همین، آیا توصیه میکنی که مثلا برن نمیدونم سلمونی آرایشگری یاد بگیره، کارهای جزئی بره مثلا فنی حرفه‌ای جای چیزی یاد بگیره بیاد اینجا کار کنه، یا نه همون کارهای جنرالی که اینجا کار میکنه اوکیه، بعدش هم بره تو حیطه کاری خودش کنه؟ من به نظر من اصلا خیلی هم خوب در میارن.
بستگی داره که دوست داره تا 60 سالگی با دستش کار بکنه یا نه. میدونی دوست داره بره سر کار این آدم یا نه. اگر آره آدمی که دوست داره، من شخصا دوست دارم شاید توی 70-60 اگر زنده باشیم، توی 60-80 سالگی آره مثلا برم هنوز کار بکنم. ولی خب اگر آدمی که خیلی هستن که اینطوری، من صاحبکار داشتم 76 سالش بود، خوش میرفت مثلا فلورینگ حالا بود دیگه، میرفت فروش فلورینگ میزد و من تو آفیس کار میکردم، خودش میرفت سر کار. آره دقیقاً علاقه شخصی. آره بله. خیلی ممنونم پیمان جان، دعوت منو قبول کردی. آره واقعا خیلی یه سال دیگه باز همین کار آره حتما. خیلی پیشنهاد خوبه. ببینیم بعد یه سال. برام خیلی جالبه که اتفاقا اولین یعنی این گفتگو مدار با من افتخاری پیمان جان. خیلی خوشحال شدم و ممنونم از شما که تا پایان همراه ما بودین. دوستان این گفتگوها برای شما هست، پس ممنون میشم اگر که سوالاتتون رو در کامنت این ویدیو یا در پست اینستاگرامی پیج سیدنی.پیمان بنویسین، برای گفتگوی بعدی از شخص بعدی این سوالات رو بپرسین، یا بگید که چه حرفه‌ای یا چه رشته‌ای دوست دارین مهمون بعدی ما بشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خداحافظ. دم گرم. Yeah,